نکته اینجاست. تنها چیزی که باید روش تمرکز کنی مرکزیت خودته. ازت میخوام 3 نفس عمیق بکشی. که اندر این دایره چون پرگارم، با من همراه شو تا به مرکز بریم. همراه شو. ابو علی محمد ابن هیثم بصری نورشناس و اخترشناس بود که برای اولین بار ذره‌بین رو اختراع کرد. اختراع دیگری هم داره به نام اتاق تاریک که بعدها دوربین عکاسی از روی اون ساخته شد. خب این چه ربطی به تمرکز داره؟ میخوام توجه تو به این شیء جادویی جلب کنم، ذره‌بین، چیزی که معنای تمرکز رو از روی اون شناختم. درون ساختار ما ذره‌بین‌های متفاوتی وجود داره که به ما توانمندی میده تا بتونیم به مرکز و دل موضوعات نفوذ کنیم و با پیوندها و توجهمون به هدفمون برسیم. در حالت عادی نور خورشید چیزی رو نمیسوزونه، ولی با همراستا کردن محورهای نور به کانون میتونیم آتش بزرگی ایجاد کنیم. همین نور درون وجود ما هم هست. کلی موضوعات مختلف در حال تبادله و در عین حال ما میتونیم دور یکی از اون موضوعها یک دایره بکشیم و کانون توجهمون رو روی اون موضوع بیاریم و بزرگ نمایی کنیم و دقیق و دقیق تر بشیم. ممکنه چیزی مجهول باشه، ولی با تمرکز کردن و به دل و مرکزیت اون موضوع رفتن صورت مسئله شفاف میشه و میتونیم معلومش کنیم. حالا تو به چه سمتی داری توجه میکنی؟ به سوی زهر و ماری؟ به سوی اعتباری؟ به سوی کلیاتی؟ یا حبس در جزئیات؟ دل، هر طرف که دلت اشاره میکنه 5 حس دامن کشان به طرفش میره. دست و پا مثل عصا برای دلت میمونن. اگر میخوای تمرکز روی موضوعی داشته باشی، دلت باید اون رو بخواد. اون وقت معجزه میشه. تمامیتت به سمتش حرکت میکنه. دست نهان در دلت دست تو رو به حرکت در میاره. اون وقت با دستت هر کاری میتونی بکنی. میتونی بنویسی خودتو، موضوعی که میخوای. به قول بزرگی میگه بشکافید آنچه شکافتنی نیست، در دل سنگ بروید و ترکیبها را جدا نمایید. 5 حس در بیرون داریم: شنیدن، دیدن، بو کردن، لمس کردن و مزه کردن. عین همین رو ما در درون داریم و مأمور اون حسان. وقتی همسو میشن تازه متوجه میشی که اصلا باید روی چه چیزی تمرکز کنی. توجه تو باید برگردونی به مرکز خودت، مثل رقص حکاکی شده پشت لاک حلزون. بچرخی و به مرکز برسی. خیلی خوب، پس ما میتونیم روی چیزهایی تمرکز کنیم که در درجه اول دلمون اونها رو بخواد. ولی 2 نکته خیلی مهمه. نکته اول، نظم. داشتن نظم در محیط خیلی به تمرکز ما کمک میکنه. حتی نوشیدن آب و غذای مناسب. با شکم پر و خالی نمیشه درست تمرکز کرد. خواب کافی اهمیت زیادی داره. و نکته پایانی و مهم، استمراره. ذره‌بین درونت،
شعله‌ای رو روشن کرده. این نور روشنی بخش رو با استمرار زنده نگه دار تا تو رو به مرکز کارهات برسونه.